زن بیمه هست، تمام مسئولیتش به دوش مرده، نفقهش، خانهش، زندگیش همه به دوش مرده. اگر یک زن ضرورتی بود از خانه بیرون بشه، بله شریعت برایش اجازه میده. آیا زن بیرون از خانه کار بکنه؟ بله شریعت برایش اجازه داده، ولی قانون گذاشته، قواعد گذاشته، ضوابط گذاشته، شروط گذاشته. به اینه که وقتی از خانه بیرون میشی متوجه باش که تو ارزش داری. عزیزان من، طلا را هیچ کس سر راه نمیگذاره. عزیزان من، شیء با ارزش را هیچ کس سر راه نمیگذاره. شیء با ارزش همیشه پوشیده هست، همیشه محافظ داره، همیشه گارد داره. چون شیء با ارزش، حجاب زن به خاطر حفظ زن هست، به خاطر آبروی زن هست، به خاطر جایگاه زن هست، به خاطر ناامید شدن انسانهای لوچک و مفسد و فساد پیشه و آلوده و انسانهای مذبذب، اینها ناامید بشن. این زن جایگاه داره و ارزش داره و ارتباط با الله داره. این زن مقام داره. به اینه که اگر زن از خانه بیرون میشه با حجاب اسلامی، ضرورتی داره به بازار، به خرید، به فروش، زن تجارت کرده میتونه، زن میتونه در ادارات کار بکنه و در نظام کار بکنه با شرایط اسلامی. در صدر اسلام زنان بیرون میشدن در غزوات، در کنار رسول الله بودن ولی با حجاب اسلامی. زنان به عنوان طبیب بودن با حجاب اسلامی. زنان در کنار برادران خود کار میکردن با حجاب اسلامی، با حجاب اسلامی. اما امروز خودت ای مسلمان، ای کسی که تو از دین خبر نداری، برای تو میگم، آیا زن آرایش بکنه، لباس چسب و نازک بپوشه، بره در پوهنتون، آیا محفوظ میمانه؟ از چشم چرانی محفوظ هست؟ آیا قلب‌های امروز مریض نیست؟ آیا گرگ صفتان به دنبال تو نمیشوند؟ کجای دین گفته آرایش بکن برو بالاخره خبرنگار باشو؟ کجای دین گفته آرایش بکن، لباس چسب و نازک بپوش، با مردها خلط و مخلوط داشته باش؟ کجای دین گفته؟ من اینجا سر منبر رسول الله نشسته هستم، من میخوام الله از من راضی بشه، نه انسانهای مذبذب، نه انسانهای از دین بیخبر. یادم آمد از یک داستان عزیزان و بزرگواران، داستان اون عروس مؤمنه و متقیه و عابده و زاهده، دختری که تمام عمر خود را، تمام وقت خود را به عبادت و به اینها سپری می کرد. وقتی که عروس میشه عزیزان من، داستان هم غم‌انگیزه و هم اینه که ما را متوجه می سازه به اینه که این دختر نمازش قضا نمی شد، روزش قضا نمی شد، حجابش یک لحظه بالآخره از جانش دور نمی شد، تا اینکه وقت و فرصت رسید این دختر عروس میشه. روز عروسی لباس عروسی به تن داره و بالآخره با اون لباسی که عروس مزین هست، با اون لباسی که در روز عروسی عروس به تن داره، بعد او را وقتی که میخواهن به آرایشگاه ببرن، بعد از او میگن که فلانی عمر خود نماز خواندی، ولی متوجه باشی که این آرایشی که امروز به تن تو میشه باید دو وقت نماز خود را نخوانی. یه آرایش به تن تو هست، یه آرایش خراب میشه. میگه شما وقت نماز عصر، میگه بگذارید و بالآخره که من نماز خود را بخوانم، من نماز خود را ادا کنم و بعدا مرا بالآخره ببرید و آرایشگاه. دختر مسلمان، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، کسی که لقای الله را دوست داره الله هم او را دوست داره، الله هم ملاقات او را دوست داره. این دختر مؤمنه عابده زاهده متقی و پرهیزگار وضو میکنه، سر به سجده میگذاره، میگه یا رب نمیخواهم که یک رکعت نماز من در دنیا قضا بشه.
سر به سجده میگذاره. ببین فلا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر این که در راه الله و اسلام باشه. این دختر مسلمان سر به سجده میگذاره، سر به سجده. همه زنها در اطرافش جمعن که نمازش تمام بشه و بالاخره او را به اصطلاح امروزی در خانه آرایشگاه و اینها برده بشه تا آرایش بشه. سر به سجده هست. دختر سر از سجده لحظات شد بالا نکرد، چند دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه، و بعد سر دست میگذارن بر پشت دختر که برخیز، تأخیر شد. نگاه میکنن که جان به جان آفرین تسلیم کرد. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. کسی لقای الله را دوست داشت الله میگه بیا با من معامله کن، بیا معامله تو با من هست. و این عزیزان و بزرگواران، فلا تموتن الا و انتم مسلمون، الا و انتم مسلمون. چقدر انسان‌های در حال سجده از دنیا رفتن، چقدر انسان‌ها در حال تلاوت قرآن از دنیا رفتن. برعکس چقدر انسان‌ها در حال شراب و قمار و زنا و دزدی و بدبختی از دنیا رفتن. فلا تموتن الا و انتم مسلمون.